ای حبیب خدا چی چیز است که بر ما امتانت می ترسی؟ کدام عمل است که ما اون انجام ندهیم تا که باعث ناراحتی تو شود؟ کدام عمل است؟ حبیب خدا چی گفتن؟ فاخذ بلسان نفسی و قال هذا رواه ترمذی. حضرت گفتن زبانشان برآوردن، گفتن با دستشان زبانشان داشتن، گفتن اگر همین زبانتان محافظت کنید دیگر به یگان عمل شما من نمی ترسم. زبانهاتان محافظت کنید، زبانهاتان در راههای بیهوده صرف نکنید. زبانها باید همیشه پایبند ذکر خدا باشند. زبانها همیشه باید که خیرخواه باشند، دلالت کننده به خیر باشند. استاد من بابای ملا شریف رحمت الله علیه خدا رحمتشان کنه، حضرت می گفت سری که سجده ندارد کدوی بیبار است. سری که سجده ندارد کدوی بیبار است. زبان که حمد نگوید سوراخ دیوار است. این زبانی که حمد نگوید، زبانی که یاد خدا را نکنه، زبانی که حقیقت بیان نکند، چی بین او چی سوراخ دیوار فرقی نیست. به این خاطر حبیب خدا از زبان ما ترسید. ای امتان من گفت چگونه که من زبان داشتم، چگونه که من با این زبان خود حیات سپری کردم، اگر شما خواهید که امت اساسی من باشید پس از من عبرت گیرید. پس زبانهای ما باید مثل زبان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد. زبانهای ما باید عادت مار، عادت سگ نداشته باشد. گفتی حضرت مولوی جنون من آدم گفته هستی کله جنبان. اگر پرسنت آدمی کلت همه جنبانی؟ بله آدم هستم. آدم بله ما فرزند آدم هستیم. من آدم گفته هستی کله جنبان. چرا داری من آدم گفته هستی کله جنبان. از یادم رفت تو اگر آدم هستم گفته و برای چی؟ تو داری مزاج خوی حیوان. تو چرا طبیعت حیوان در خودت راه دادی؟ چگونه گهی چون سگ شوی در جنگ اخوان، گزی هر دیل را به زخم دندان. تو عادت حیوان در خودت راه ندی؟ این سگ است که از پای انسان ها و از اعضای انسان ها می گزد. تو به این زبان کسی را باید که آزار ندهی. افضل ترین مسلمان حبیب خدا گفت آن کسی هست که از زبان دستی و کسی آزار نمی یابد. ابو هریره میگوید یک شخص آمد از حبیب خدا پرسید اکثر آتش دوزخ داخل می شدگی به کدام خاطر است؟ حضرت گفتن الفم و الفرج. از حساب دهان و از حساب زنا دوزخ پر می شود. گهی سازی به هر کس خصلت مار، دهی هر مؤمن را سخت آزار. گاه مثل مار میشه، مؤمن ها را آزار میدهی، مؤمن ها را از پیش دور میکنی. آنقدر زبان ترش است، آنقدر زبان دغل است که یک بنده خدا در پیش تو نشسته نمیتونه، یک بنده خدا در گرد تو جمع نمیشود، به خاطر که زبان درشت است، به خاطر که منهجت منهج شیطان است. حبیب خدا گفتن از زبانها تان میترسون. برادرای عزیز، برادرای مهربان، ترسیدن حبیب خدا معنای این را دارد که ما حبیب خدا را ناراحت میکنیم، ما حبیب خدا را از خودمان ناراضی میگردانیم. زبانهاتون چنان معامله با زبان کنین که همگی افسوس شما را خورد، همگی از شما سخن گوش کننده باشند. این حالت ما و شما نجات میاد.